شکر خدا. سردارم باورم نمیآید. آرام باش ممدو. حالا نمرده ایم. سردارم به خدا حالا زنده ایم. ممدو ما در جای خوب پنهان شدیم. خداوند ما را محافظت کرد. شکر خدا. شکر خدا به کسی چیزی نشده است. سردار خوب هستید؟ خوبم نیازی خوبم. انگوش از جراحی برآمد. یک ببینم سردار. برادر خوب هستی؟ چی شد؟ چی گپ؟ مگر بیماره؟ در کجایم من؟ وای سرم. التماس مرا سرده. تو رو دستگیر نکردم چی هم میگویی؟ بمبا باید نجیب سردار را خبر دهم. ای وای خدایا خداوند آنقدر سالم نمی نماید دیمون است چی؟ تشکر زیاد هیچ گپ نی. وظیفه هم افت. برای کار. تشکر باشه. همه با خانه بچه ها. همه با خانه. ممدو این ماده ترکنده را کی مانده باشد؟ سردارم کسی است که قصد کشتن اینو هم گوشته. سردارم بمبا آدم تو آمد. ایست آتیف چی ها میگویی؟ کدام بمبا؟ بمبا مانده بودند. مگر یافتید بمبا رو؟ آدم ها رو هم دستگیر کرده؟ کدام آدم ها را؟ همان هایی رو که نهان گوشته رو میگریزاندن. چی ها میگویی آتیف چی خیل گریزاندن؟ سردار نو هم گوش نیست گریزاندن. خدا سه مردی خدمت را برده ایستاده بودند. سردارم بر سری من زده بیهوشم کردند. چی ها میگویی چی خیل گریزاندن؟ نمیدانم به فکرم با ماشینی تیبی بردم. روی روز مسخره امان کردن. با چشمانمان نگاه کرده گریزاندن. سردار من این تبسم را میشناسم. شما باز کاری کردید. این را هم از ما پنهان کردید. آتیف زود تجهیزات را بیار. برمیدم. نیازی آرام باش. خنده زیبا رو نفره میکند که آخران بخندد. ما از آخرانیم. با فهمیش شما در دست ناهنگوش جهاز وصل کردیم. سردار از شما باید ترسیدم در کار. بیا ممدو ما هم رویم. شما در حالت آماده باشید. انتظار خبر شوید. کمی بدتر راه دو تقسیم می شود. به طرف راست. با کجا می رویم؟ یک از من آنقدر احمق نیستم که با کجا رفتنم رو بگویم. با کجا رفتنم رو گویم، جای روزنامه رو گویم. شبه ندارم که در همین جا مرا میپرتایید. کمی صبر کن. این روزنامه چرا اینقدر مهم است؟ باور کن من چیزی را نفهمیدم. اگر به دست پلیس و یا روزنامه نگاری افتد به مجادله همان مانع میگردد. نادرست شهر میدهند، بر مقابل همان استفاده میبرند. حاضر ما اگر روزنامه را گیریم این مرد را سر میدهیم. شرطنامه کردیم، او به ما روزنامه میدهد، ما به او حیاتش را. حیات و $1,000,000. کجا میگریزی؟ کجایی که گریزی تو را میابند. یک رفیقم گریخته بود. گریخت دیگر کسی نیافت. به خارجه که گریختی دیگر آن طرفش آسان است. در 1 ساعت 1,000,000 چخل میابم. پیکس برای تو 1,000,000 یافتن چرک دست است. کار را کشال نده وگرنه روزنامه را نمیبینی. الو لبای آقای پیسگار. بیمار را از بیمارخانه گرفتید؟ بله سردار گرفتیم. حاضر ما را به جای نامعلومی میبرد. در 1 ساعت بر عوض روزنامه 1,000,000 سبزک میخواهد. 20 saat içinde. در مدت 1 ساعت؟ مایلش در نیمه راه میگیرید. در کجایید؟ سوی شیله میرویم. ما به در راه روان میکنم. با او در ارتباط باش. فهمو. معلوم که نو انگشتر را گرفتند. با کجا برده استادند؟ نو انگشته گویا با عقلانه رفتار دارد. برای خلاص کردن جانش بهانه میجوید. باید این کار را
پیکاس کند. ما نسبت روزنامه‌نگار رانا توپال کار میکنیم. دین ارگنکان، فرزندان ظلمات، فرزندان بلیال، ببین همه چی را خبر کرده است. حتی همه این خبر را میخوانند. نظرهای مردم چنینند. این دختر معلومات ها را از کجا مییابد؟ معلوم است که نفری در گوشش میخواند. کی مثال؟ هیکته یگان لحظه قرار نمیستد. با سلاح ما به خودمان هجوم میکند. وسایل اخبار را به خواست خودمان اداره میکردیم. حالا بر ضد ماست. ممکن آنها را خریده باشند. امروز این روزنامه‌نگار پگاه رهبرهایشان، حاکمان، پروکورورها و حتی وزیران. بس! سردار مرا ببخشید، اما این نیکته به سرمان دردی کلانی میآورد. از روزی که دعوا را سر کردند در سود بالهایمان را شکستند و آدمانی که در سود عالی داشته بودیم یا نفقه برآمدند و یا از کار آزاد کرده شدند. در گذشته پروردهمان اگر به سود می رفت در راه گم می شد و دلیل های جدی آن را از پرونده گرفته می پرداختیم. در یاد دارم در بعضی دعواها به جای جنایتکاران آدمانی ساخته وارد می کردیم. تنها یک مراتب سرمان فاش گردید، زیرا در آن حادثه آدممان به ماشین گریختن شد. لیکن شاهدی که ما سپرده بودیم معلوم شد که راندن ماشین را نمیدانسته است. احمقی بی‌هنر. در تشکیلات های بی نقصان هم بعضاً چنین بی‌هنرها پیدا می شوند. یک وقتها برای پرونده را برباد دادن به سود حال تنها یک رقم پرونده را می دادیم و خلاص. حاضر باشد 40 نفری که در سود عالی داریم تحت نظارتند. پس با این رانای تپل نقشه نمی کشیم. عقل از عقل بالا است. این کار را کایمینیک بهتر می داند. او متخصص است. کایمینیک همان است که به اولاد و اجداد نفری سخن آماده می کند. بله، نفری می باشد که در دعوایمون نقش نظررسی را بازی می کند. او را هم خیلی و خیلی مشهور کردیم. طرف نغمه بازی‌هاش خیلی خوب است. وقتی که او سخن می کند همه به او اعتبار می دهند. چی کار می کند؟ همه چی را نباید دانی قرخان. همینش کفایه؟ راست میگویی. از چارچوبا برآمدم. ببخشید. سردار، پروفسور هازیرال و کایمینیک آمدند. در آیند. مرحمت. کی ها آمدند؟ کی ها؟ قرخان منم اینه که من. قرخان نو به ما شامل شد. شاد شدم. شاد شدم آقای کایه. ممنونم. تو میتوانی برای قرخان؟ به شمایان روزی بخیر. مرحمت. چه خبرها آوردید؟ سردارم آن سندهای طبیعی که مینین خواسته بود آوردم. نگاه کن، از سحر تا این دم صحیفه ها پر از نقطه نظرها شده است. یک چند روزنامه ها این خبر را چاپ کردند. این خبر از خبر. به خدا آفرین. لیکن این کار کمی خطرناک است رانو. چقدر خطرناک؟ فکر میکنی از آنها میترسم؟ نمیدونم. اگر تهدید کنند خدا نشان ندهد اما کشتنشان ممکن. مگر چند روزنامه‌نگار از این کار نمرده است؟ من تنها شنیده و دونستم رو مینویسم. جسارت که نباشد موفقیت هم نمیشود. ببین آدم ها به چه کارها مشغولند. اینها قاتلند ملیکه، قاتل. به مقابلشون مبارزه نبریم، ننویسیم چی میشود؟ بله راست میگویی. لیکن من بی خطری تو رو فکر میکنم. میخوام گویم که به سرت بلایی نآید. تو این حال از کجا دسترس کردی؟ روزنامه‌نگار سرچشمه‌شون نمیگوید. ما هم در اطراف خود آدمان خود را داریم. از سحر آرامی رو نمیدونم. لبی آقای فرخ، باورم نمیآید فرخ اینجا زنگ میزنم. Çok teşekkür ederim. Teşekkür زیاد. Sağ olun desteğiniz برای دستگیریتون için. تشکر. Alperen yapma çay var. ما نظر کردیم. آفر ملیکه خوب هستید؟ آقای فرخ من بدتر به شما زنگ میزنم. ببخشید. الپره این کاری کردت معقول شد. آچه
چی شد؟ فهمین بچه هاتون یکم گپ زنه با دو خواهده سیاپای ملیکه زد ملیکه با تو چی شد ملیکه؟ زرانی حال چیرین چی شد ملیکه؟ خدایا خبرهای چاپ کرده رانو توپال را دیده ای؟ کار کلان نشده این دختر را خاموش کنه. یگان نقشه داری؟ سردارم البته دارم. همون آدمی که اینو انگشتر را کشته نتوانیست نامش را دائما فراموش میکنم. جسور شد. با انا همین سند دیوانگی امروز از تالار مرافع سودی آزاد کرده می شود. همه چی را آماده کردم. بعد از اون نزد رانا رفته بعضی چیزها را اعتراف میکنه. چه اعتراف؟ در بارمان معلومات میدهد. اگر از دهانش معلومات جدی برایت نه نمی شود. عجایبات می شود. مگر قبلا در تحقیقات کمیسیه مجلس چون نکرده بودیم؟ نزد رانا می رود و پشیمان شده نقل میکند. لیکن هرچی که خواهیم همان را نقل میکند. البته رانا توپال طاقت نکرده مثل ماهی به شست میافتد. دادستان همچنین شاهد را از دست دادن نمیخواهد. تو استاد شیطانی. بدتر این گزارش ها به میان می آید. دادستان دیوانه ها را شاهد میکند گفته داد و فغان میکند. برای دعوا را آب دادن دیگر فرصت مناسبی می شود. نمی شود. این کار مثل پیشین آسان است. مثال نسبت من یک نیو دنیا شاهد بسیار است. مثل بلبل میخوانند. حاضر فکر من تماما در دیگر جاست. نمیبینی مگر وکیل مردمی جسارت پیدا کرده برنامه گشته میگوید که قاتل سروزیر این است. باز شرم نداشته. نوبتی همش می آید. شاهدها را افشا کردن برای پیشرفت کارمان حاضر خوب است. بعضی ها شکایت هایشان را گرفته ایستاده‌اند. باقی مانده هایشان روزهای نزدیک معلوم می گردد. بدتر از ترس جان آمده زاری و تولع می کنند. لیکن بعضی از روزنامه نگاران یک روند. به سرمان بلا می گردند. و مثل رانا نوهایشان برآمده ایستاده است. یک نفر بود که خود را نبیره شیخ می دانست. در باره‌مان هر خیل سفسطه ها می نویست. ببینید یک اشاره کردیم جزای گرفت که یک عمر در حبسخانه می ماند. خواطر نشوید نوبت رانا توپال هم رسیده است. درد ما نه روزنامه نگار است و نه روزنامه. استراتژی خود را نگاه داریم. ما باید به همگان رسانیم که این دعوای ارگنکان دعوای پوچ و خالی است و باید وقت صرف نکرد. سردارم خواطر نشوید. نقش کشی کاری من است. به مغز مردم هایمان را جای نمودن اسلوبی من است. من این کار را از 27 می از دوره دانشجویی استفاده میبرم. یک وقتها لقب دانشی استوار داشتم. میدونید برای چی؟ از ترس طرحم میکردم اما خود را استوار وانمود میکردم. این لقب را از استالین گرفته بودم. استالین؟ بله. استالین از روسی معنای استواری را دارد. استالین و لنین را یک طرف ماند. حاضر وقت عقل را کار فرمودن است. در پیشمان مسئله است که عاجلاً باید حل کرد. به سال 2011 تا چند نزدیک شده ایستاده. وقتمان کم است. جنابان همه به سر کرسی نشستند. شکار کردنی هستیم. زودتر کنیم. از خودمان بوده را بازگیریم. مسافه بینمان چقدر است؟ 1-2 کیلومتر سردارم. از راه برایشان که برآمدیم تماما حیران میشوم. هاپ بدر میتاب گشتم. کمی دورتر. انشاءالله نو انگشته در حیات است. و فکرم زنده است. باید داری در حبسخانه به ما امتیاز داشتنش رو گفت. بله سردارم. و فکرم بر مقابل حیاتش مصلحت کرده است. مبلغ تیار است؟ بله. منم مبلغ تیار. کنی یک بینیم چی؟ شاید درونش چیزی مونده باشه. امتیازات را محدود میکنی. این مبلغ وقت زیاد میرساند.
سویا رفتیم. خیلی نزدیک شدیم. با دقت باید باشیم. باید ما رو درک نکنند. مالیکا چرا از جایت خیستی؟ بیا یوریدی هم. توپ رو با سر میزنه. الپرن نیست؟ چی شد؟ الپرن نیست بگویم. چی شد؟ اپا مالیکا. مالیکا خوبی؟ وای از دستش خون آمده ایستاد از رانو. این خون از کجا برآمد؟ خدایا کجا با خون نخواست شد. زود با او طاقت رو چشمم تو رو نبیند. مالیکا اپای مالیکا خوب هسته؟ مالیکا جان به هوش بیا. رانو بابای چی شده باشد؟ نوربانو زود گلابیا زودتر. مالیکا خون زیاد است. این خون از کجا برآمده بیهونه؟ گیری دو جا. مالیکا التماس مالیکا. مالیکا دخترم مرا میشنوی؟ مالیکا دکتر را جغ زنید. زودتر دکتر را جغ زنید. نوربانو زودتر. با این دختر چی شده باشد ای خدا؟ دیدی به سرمون چی آمد؟ مالیکا دست و پایم کنده شد. ناانگشته ما رو سرگردان کردی. پول رو هم گرفتی. روزنامه را با ما بیده. با خورسندی خیر خوش کنیم. با من بیایید. ها انا آنجا. روزنامه در آن کلبه. من رفته میارم. تو با نه انگشته همینجا مان. من روزنامه رو میارم. عطیف طرف راست و یا چپ؟ دوای سردارم؟ راه به دو تقسیم میشد. کدام طرف گردم؟ آخر نمیدانم. به فکرم به چپ. دو طرفی چپ بله. مطمئن هستی عطیف؟ به فکرم نه گلیف عطیف اگر گم کنیم با جسد نه انگشته برمیگردیم. میفهمی آخر؟ به طرفی چپ سردارم. انشاءالله گفته او میشود. سبب خونروی بیمار رو میدونید؟ خدا که من چیزی رو نمیدونم. در خانه افتید. بعد دیدیم که پیش از در دفتر مکتب افتیده بود لیکن یکون جایش نشکسته بود. اوی سیما رو کجا میبرید؟ داروی تسکین بخش دهید. چی شده است؟ التماس یکون چی گوید؟ خونه را بیایید ما هم میرویم. رفتیم کجا؟ ما به خانه میرویم. تو اینجا با دادرت من فهمیدی؟ ای خدایو.
Ne olur bırak bana sardı. آروم باش ملیکا آروم باش اجازه دهته بابت کنیم همه جات پر از خون نمیبینی در خانه بیهوش شدی با یک عذاب آورده من مایلش من لیکن من حاضر خوبم خدایا توبه تو دیوانه شده ای ملیکه دکتر میبیند بعد به خانه میرویم فهمیدی آرام شو خدا نیست این احمق مرا مسخره دارد روزنامه را یافتم از نو انگشت خلاص شوید چی کار کنیم؟ از سرش پرانید و به جری پرتاید نوهنگشت لحظه فراموش نشونده در رسید بزانو شن بزانو میدانستم که یک روز نه یک روز زمین خیل می شود به خاطر یک روزنامه ما را اینقدر سرگردان کرده تنها یک روزنامه میگویی تو خود نمیدانی درونش چیست کو گبزن چی نوشته است اگر یک صحیفه روزنامه را دانی جنگی داخل سر می شود زنی حامله دار کودکش را می افتاند نخود تو بسیار گپ میزنی یکی هر رو تمام اگر تو خانی ممکن است که سر سفید شود این روزنامه پدرت بس گفتم به این هم میمیری حاضر درونش چی که باشد سایه مان سخنش را تمام کند جایهای دخته شده دریده است سبب خونروی همین است 2 روز پیش دکتری ریخته بود دکتری خوبی بوده است معلوم می شد که دکتری بهونری بوده است اما این زخم است زخم تیر چه شد بله 2 روز پیش به من هجوم کردند غارت کردنی بودند شکر که تنها از کتفم تیر خوردم خدا شفا دهد تا یک مدت داروها را استفاده برید نقل بشوید آقای دکتر لابای احوالش چخیل است احوال دوستتان خوب است قبلا جای تیر خورد جراحی شده بوده است کدام تیر دوستتان با شما نگفته بود حمله کردند زخمی که در کتفشان است زخم تیر است شما چی ها میگویید با اجازه خیلی مروق دارد باید که همه چی را داند انیق که با یک کتف نجیب میگوید خدای توبه ملیکه چی خیل شد دخترم خوب است خوبم اپا خوبم شما رو هم تشویش دادم ببخشید برای من تشویش کشیدید این خیل نگوی دخترم خواهش میکنم بیا میرویم اکنون کو گبزن در آن روزنامه درباره من هم چیزی هست این روزنامه پدرت اگر تو خانی ممکن است که سر سفید شود چی این احمق را گوش بکنی یکی پر رو رفتیم عطیف در کجاند اینجا کسی نیست سردارم به فکرم خطا کردیم عاطف عیبی ما است که تو را گوش کردیم برمیگردیم عطیف این چیست؟ این آدم ما را روی راست مسخره کرد پیکاس سلاحت را پرتا
روحی این چه خوش خبر معلوم که با نو انگشته این نقشه را کشیده اید سلاحت را پرتا گفتم وگرنه بلای سر میزند مایلش روحی آرام باش خوب منم میپرتایم سایه معلوم است که این آدم چیزی گفتن میخواهد سایه تا نفهمم او را سر نمیدهم سخن را از دهان نو انگشته با انبور میگیریم بگو چیزی که گفتن میخواهی زودتر از کجا برآوردید که درباره تو چیزی باشد به هر حال یاد بینی خوب است مادامی که خود نخوانده ای پس از کجا میدانی که درباره من هم سخنی هست نو انگشته فکر را پریشان میکند یگید و سرش پرانو رفته نو انگشته نیتی خلاص کنی جانش را دارد لیکن کوششش بیهوده امروز کسی این روزنامه را نخوانده است ممکن قسمت تو باشد مادامی که میدانی پس بگو چی نوشته شده است جوابش در پایان است رو خودت خوان چرا پیکاستو را اینجا ایست گفت نمیخواهد که روزنامه را تو خوانی من رفته بینم پیکاس هم دیر کرد یگان مشکلی شده است بیعقلی نکن یگید با بازی این مرد در آمدی یگان جا نمیروی سایه چیکار کردن من به اختیار تو نیست تو اینجا انتظار شو عطیف تو اینجا من نزدیک نشو گفتم روحی درک میکنی که چیکار کرده ایستاده ای این کاری تو بازی اندک نیست بازی با آتش کلان است نزدیک نشو سردارم را کشتن خواستید ما را فروختید روحی سلاحت را پرتا مسئله به تو دخل ندارد پرتا با دوستانتون زنگ زنید سردارم را سر دهند وگرنه تو را میپرانم گوانا ماشین در همینجا سردارم کی بودنشون را دیده شدی؟ یکیش نو انگشته دیگرش رو نمیشناسم چی نمیروی مگر عطیف 3 نفر گفته بود 2 نفر دیگر در همینجا هست صبر میکنیم زودتر چی ایستاده ای زنگ زن هر که دست به این روزنامه زند سلاح میگیرد حتی روحی چای تقسیم کنی را بس کرده است کو ببینیم از این دفتر چی میبراید سایه در اینجا مسافر داریم من هم با تو گفتنی دارم تو اول مرا گوش کن کی بودن این مسافر مهم نیست در رویم سلاح کشیدن این آشنای اینجا بوده میگوید که نو انگشته را نکشید میخواهند که او را آزاد کنیم بگو زود سردارم را سر دهند چیکار کنم خودت فکر کن بکش زود باش بکش تو چرا میگویی نه از این احمقو و نه سرداری به انگشتش ترسی نداریم میکشم تو را یگید را بگو تیردان را در سرش خالی کند میپرانم تو را میپرانم سرده نقشه هایتان برباد رفته روحی سانه بازی کرد پیکاس چی بگوید چی که گوید معقول میگوید در سری نو انگشته تیردان را خالی کنید میگوید نکشید مرا نکشید نپران نکش نپران پلیس حرکت نکن نمیدو دنبالا شو میگریزد زود ماشین را من کن
فهمیدم سردارم فهمیدم. این کار را بودی نجیب نجات دهنده حیاتی من شدی. در گوشه خیالم نبود. اکنون چه خیلی به تو سپاس گذاری کنم. اکنون بمیری حرامی. دور حرامی. به کلمه مرد. با فکرم سخنی آخرینش را نشنویم بهتر است. هم فکریم. تو اینجا ماند. من پایان رو میبینم. خواهش میکنم مرا تنها نمان. من را میکشن. هرچی خواهی میگویم. التماس مرا تنها نمان. رئیس گفتم این را باید از اول فکر میکردی. زود برمیکردم. کمی دورتر ماشین ما است. آنجا انتظار شو. سویا زنگ میزند. کنی با منده؟ الو. کس مرا پراندند. یارادار شدم. پراندند. شما هم گریزید. شما هم زود گریزید. پلیسا دنبال منند. مرا تعقیب دارند. پلیسا اینجا هستند. زود از اینجا باید رفت. در اینجا قیقی هست. من میکشم. روزنامه چی شد؟ نمیدانم. سوخت از خوب شد که سوخت. بیا زود روید. زودتر. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. Кондитерская фабрика «Ата» – крупнейшее предприятие Кыргызстана. Ее продукция, благодаря отличному вкусу, приятному внешнему виду и приемлемым ценам, смогла быстро завоевать любовь потребителей. Высокое качество обеспечивается за счет использования натурального сырья и совершенствования технологий. Производственные линии фабрики автоматизированы. На предприятии занято 550 человек. Большинство из них – высококлассные специалисты. Продукция фабрики «Ата» востребована не только на рынке республики, но также экспортируется в Казахстан, Монголию, Китай и Таджикистан, что лучшим образом сказывается на имидже нашей страны.
Ата – самое сладкое удовольствие. گریختن گریه البته که به دستم میافتید. آنها کی بودند؟ پیکا آس. دیگر کی بود؟ دیگر کی بود؟ کی بود؟ بگو کی بود؟ سردارم همراهانش گریختند. بله. توش کردی؟ من هم گم کردم. این مراتب بازی را آنها گرفتند. خدا خواهد بازی را با نکاوت میبریم. апай Рано, чӣ хел будам? маротибаи аввал кор мекунам. иншоллоҳ шармандаатон накардам. юсуф, аз ту бисёр чиз интизорам. акнун чашму дасти ман ту мешавӣ. як бора намешавад. оҳиста оҳиста сабр кун. фаҳмо апа. хато ки кардам ба ман бигӯ. албатта мегӯям. хайр, шаб бахайр. шаб бахайр. رانو دوباره شمایید. خودش چی گفت؟ تو کی هستی؟ من همونم که انتظارشی. راه بلده که تو را نزد فرزندان ظلمات میبرد. کدام راه بلد؟ تو چی ها میگویی؟ تو کی رو کجا میبری؟ کنی دستم رو سرده گفتم احمق. دستم رو سرده گفتم. گوش کن. камимду. юсуф чӣ хабар? рано дар ҷои кор аст? не як хабар омад. ба тарафи мошинаш рафт. каме болотари кӯча. ту чӣ кор кардӣ? рӯзи аввал чӣ хел гузашт? ака кори душвор аст. ба апаи Рано раҳмат ки ёрӣ медиҳад. به این هم در دنیا تنها مرا یاری نمیدهد. مالش بخیر بادو. تا دیدم. تو دیوانه کنی دستم رو سرده. مرا گوش کن. از من به تو ضرر نمیرسد. بعضی سخنها دارم برایت. نمیشم راهزنی کرده ایستاده و باز میگویی که برایم گفتنی ها داری. فکر میکنی از تو میترسم. دفشم از میبرم. دفشم. ببخشید. مردی پر هیجانم. خبرهای کردرد مرا هیجان بخشید. با خود گفتم که این روزنامه‌نگاری چشم سیاه را باید یابم. همه دانستن را باید گویم. چه گفتنی؟ گوش کنی. ارگنکم را میدانی. سالی 2011 را برای نقل میکنم. تروریستان را 40 به شهر میارن. با محله ها تقسیم میکنن. شیعه ها و سنی ها را، ترک و کرد ها را و خیابان ها را چگونه پر از خون میکنن. این از کجا میدونی؟ از کجا میدانم؟ همراهشان هستم. من دین آنها را میدانم. گیر اینها را. با من زنگ زن. فهمیدی؟ برادر تو دیوانه هستی؟ حتما زنگ زن. حتما با من زنگ زن. چه همه دیوانه ها با من میچسبند؟ رانو چی گپ خودش؟ هیچ. اون کس کی بود؟ تو را ناراحت کرد مگر؟ نه یک چیز پرسید. نشانه رو پرسید. نشانه رو. نشانه پرسید و تو چنین احوال داری؟ رانو از من چی رو پنهان میکنی؟ با رانو گپ زدم. نام و نشانم رو دادم. ارگنکام رو گفتم و چشمش اعلا شد. با تو میخورد. رفیقی پلیس نش آمد. مجبور دور شدم. با ماشین سوار شو. تو به محکمه چون جنایتکار تسلیم شده تمام قاتلان مشهور را در بازی درآوردی، اما یک زنی روزنامه‌نگار را فریب داده نتوانستی. دختر یک چشمی داشت که باشتم که بسرم زد. تو را چون جنایتکار واردی کمیسه مجلس چون شاهدی روان کردم و فکر نمی کردم که تو به این کار موفق شده می توانی. از دروغ‌های بافتت وکیل مردمی چنان باورت کرد که من عبتی او را دیدن زمان از خورسندی قریب می مردم. اعتباری او را چخیل به زمین یکسان کردیم. اکنون نوبت رانو تپل شد. رانو من نفهمیدم این چه کار است؟ نامه میگیری نیمه شب با روزانو صحبت میکنی که چخیل معلومات‌های پر از معما. من کودکم که اینقدر به من داد میزنی؟ من داد نزدم. انا داد زده ایستاده. داد زده باشم هم خوب نکنم.
خدای طبعا خیره شد. اوچه اکا یگیت اومدند. خوش آمدی یگیت. خوش دیدیم اپای هنر. خواب است؟ بله استراحت دارد. الپری کجاست؟ شیرباشا دیگر در میدان نمیتونه. بیادب است آخر جزا دادیم در اتاقش. آخر بود چیکار کرد؟ نوربانو تو به اتاق خودت رو. مایلا شوچه خیلی اکا یگیت. تو بازید شب بخیر. اپا جان او را ببین، خواب شیرین دارد مثل فرشته. یگیت لبای با من بیا گپ دارم. احوالت چطور است اپای هنر؟ انتظار شوم بخیر است؟ انیق خبر میکشد. چی شد اپا؟ چرا پنهان می‌دارید؟ برای چی؟ امروز ملیکه بیهوش شد بیمارخانه رفت. کی شد؟ آرام باش. پس چرا با من خبر ندادید؟ میدانی دکتر به ما چی گفت؟ دستی ملیکه لط نخورده است، به دستش تیر رسیده است. واهمه نکنید اپا. یگیت خونی بسیار ریخت خودم دیدم. ملیکه هم سخنی دکتر را انکار نمی کند. کسی هجومش کرده است، از ما پنهان کرده است. حمله‌اش کردند. در حیاتم کسی به من دود نزده است. تو هم به من دود نمیزنی. اکنون یک طرفیست میروم. ممدو یک طرفیست. تو هم مثل دیگران چیزی بی‌آزار نویس. چی چیزی رو خریدن، چی چیزی رو پوشیدن. چی نوشتنم رو از تو نمیپرسم. البته نمیپرسی. اینش رو فهمیدیم. تو یک روی، خیلی یک روی. با کسبت کردار نیستم. فقط همین رو میخوام گویم که برای تو خواطر میشم. فهم آخر. چرا برای من خواطر میشده ای؟ زیرا تو بغیر کار چیز دیگری رو فکر نمیکنی. این کاری تو با سرمون بلا میارد. این کار برای دوستانت خطرناک است. در گوشه خیالم نبود. تو رو نگاه بین میکنیم باز عیبدار هم میشویم. باز سخنهای ناسزا هم میشنویم. من مثل دیگر دختران ترسانچک نیستم. فهمیدی؟ نمیترسم. یعنی رانو یگون ذره دل نداشته است؟ من هم دل دارم. من هم حس دارم. من هم میرنجم. بازم چنین رفتار نمیکنم. تو رو خفه کردنی نبودم. از من چی میخوایی؟ چی گفتی؟ بس یوی من دود میزنی. مرا میرنجونی. باز سببش رو از من میپرسی. نه لیکن دردی تو دیگر است. حاضر بگو. از من چی میخوایی؟ کنی بگوی. بگوی. رانو حالا هم نفهمیدی؟ نه نفهمیدم. و تا گفتنی تو من چیزی نمیفهمم. شنیدن میخواهم. چی بود از اون که من نمیفهمم؟ میخوام که تو خودت بگویی. کنی بگوی فهمم. آخر خودت فهم این را. همه چیز رو یک باره گفته نمیشود. حالی آدم از چشمانش معلوم است. من باعث رو شنیدن میخواهم. گپ رو زیاد نکن. فهم آخر. دو کلمه رو با هم دیگر چسبانده نمیتوانم. ببین روی روز در پیشت مثل کودک شدم. با من حمله نکن. دیدی انا تو همین خیلی ترسانچکی. میدانم که از تیر تفنگ نمیترسی لیکن از کشودن دل خودت میترسی. محبت رو میگویند. اگر نگویی خودت رو فریب میدی. فهمیدی ممدو؟ رانو چیکار میکنی؟ رانو درو کشو. رانو ایست. رانو ایست. در کجاست؟ با من گفت که از پا ما نگفتیدم. به خدا نمیدونم. پس خون از کجا؟ دکتر دروغ میگوید. حاضر همش را میفهمیم. به کجا میروی؟ چرا نپرسم که این تیر از کجا آمد آخر اپا؟ میپرسیم و این خیلی نمیشود. به این هم زخمین از مونده شده است. کمی صبر کن. ممکن من دروست فهمیده باشم.
مایلش کی آمدی؟ در روبرویم مثل کودک ایستاده است. دو کلمه رو با هم پیوست کردن نمیتواند و باز در کجا باشد این جای آواز براریش؟ ایست آخیر. ترسونچکی میمدو. ترسونچکی این ماشین مالی دولت است آخیر. اگر یک چیز شود سردارم هر دویمان رو میکشد. رنا ایست آخیر. رقم 1034 ماشین ها نگه داره. ای خدا اینش نمیرسید. رقم 1034 ماشین ها نگه داره. سلام، حجت ممکن است؟ شام بخیر. مرحمت. چی شد؟ دیگر چی هم میشد؟ ماشین رو همین خیل میرونند. حجت رو از بازار خریدید. چی خیل بازار؟ مگر نمیبینید که تعقیب دارند؟ بله، نفری که ماشینم رو گرفته است تعقیبش دارم. جنایت است؟ آرام شوید. یک دقیقه. من از این آدم شکایت دارم آقای پلیس. مرا حقارت کرد، ماشینم رو گرفت، قصد جانم کرد. شما مرا فهمیدید؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ باید به شعبه پلیس رویم. دادر چه خیلی پلیس؟ به این هم من خودم سرکمیسرم. باور کنید با همین گپش رو میگوید. این خیل باشد من سردار امنیتم. آخ خدایا خداوند. به فکرم به من گپی گفتنی داری درباره زخمت. بیا یاردمت کنم. نه اینطور. یگید سخت ترسیدم. با تو هم نگفتم. نصف شب به خونه زده در اومدن، تهدید هم کردند. کی ها؟ نمیدانم. همه‌شان نقاب داشتند. اشیاهای پدرم رو تیتو پاره کردند. خونه رو به سرشان برداشتند. ملیکه چرا این حادثه را تو از من پنهان کردی؟ چرا؟ گفتم که سخت ترسیدم. یگید آنها چی میخواستند؟ آخر نمیدونم. پدرم روزنامه داشته است. نمیدونم که چه روزنامه. بله، پدرم روزنامه پر میکردند. تو یگون خبر داری؟ نه. اکای نجیب میمدو بینتون در این باره هیچ گپ نمیزدید؟ نه، این خیلی گپ نبود. نه. بسرم سلاح موندند. تهدید کردند که اگر با پلیس گویم مرا میکشند. من سخت ترسیدم. یگید نترس، من دائما همراه تو هم. دیگر از کسی یک موی سرت هم ضرر نمیبیند. یک نفرشون تنها به خاطر ذوقش به کتفم پروند. نامردها، تو آخر چرا با من خبر ندادی؟ از بدتر شدنش ترسیدم که میکشند. تو میدانی که اگر با من میبودی این کار نمیشد. برای آن شد که تو در خانه تنها هستی. چون این شدنش رو کسی خیال نمیکرد. راست میگی. به سر یک مربی باغچه که سلاح کشند عقل شیطان هم نمیگیرد. البته که یک چیز دیگر رو نباید فراموش کرد. پدر این مربیه آدمی عادی نیست. البته چی شد ملیکه؟ بعضا خود به خود میسوزد. حالا خوب است؟ نه خوبم. یک دقیقه ایستید، اثبات میکنم. حجت در ماشین است. برادر این ماشین خانوم است. ماشین من است برادر. یک ساعت است که فهمانده ایستادم. این خانوم ماشینم را دزدیده است.
حجتی گفتش ساخته است. باور نکنید، دستگیرش کنید. یک لحظه. چرا خانم ماشین شما را دزدیده است؟ زیرا خانم کمی نه خیلی هم بیرون از عقل است. بس بودگیش برادر، با پلیس میرویم. چی خیلی پلیس؟ من پلیس هم میگویم. پلیس کی باشی جای خودت؟ همینجور. انا وای من بودم. گیر حجت سرکمی سردیدید. ببخشید سرکمی سر، چرا از اول نگفتید؟ فهموندم، نفهمیدید؟ گوش کن، کنی پایت رو بردار. بردار گفتم. از بالای من پایت رو بردار. برای چی پایم رو؟ این چیست ممدوک؟ چیزی که گفتن نتوانستم. یعنی تو رسمی من رو هم راحت میگردونی؟ همین طور؟ این با خیر است. رسمی کلانت رو در دیوار آویزان کردم و هر روز طرفش توف میکنم. شب بخیر سرکمیسر، ما رفتیم. شب بخیر به شما هم. دنبال کار شوید. ما رو ببخشید سرکمیسر. روزنامه‌نگاران همین خیلند. چی خنده داری؟ کنی گپ زن؟ گپ نمیزنم. گپ زن گفتم. گپ نمیزنم گفتم. بگو که دوستم میداری. شد گفتم شد. چی گفتی؟ دوست میدارم گفتم. دروغ میگویی. گیرین رو. ممدوک. یگید من میترسم که به خانه همون روم. در اینجا باشد با پای هنرباری زیادتی هم. باز رانو هم اینجاست. چی شد؟ چی فکر داری؟ گوش کن ملیکه، بسیار خواهش کردم گوش نکردی. زودتر اویله دار شویم گفتم، وقت طلب کردی. اکنون دیدی که تنهایی به سرت چی آورد؟ چی کار میکنیم؟ تو را میبرم، تو را اینجا به حالت نمیگذارم. با کجا میرویم؟ به خانه امان. در یک خانه چی خل میستیم یگید؟ بعدش نباشد چونی خواهیم کرد. تو در اتاق خواب میستی، من در نیمکت خواب میروم. لیکن تو بکی؟ تا وقتی که پادشاه دلم شوی. اگر مرا پرسی میخواهم که زود نکاح کنیم، لیکن افسوس که تو بسیار یک روی میکنی. ممکن این حادثه به تو هشدار دهد که خانه گرم چی معناها دارد. من همون وقت نخواستم، چون که در نیت تو جدیت رو دیدنی بودم و خلاص. یگید شاید به تو فهمونده نتوانستم. چرا تا حال به نیتان باور نداری ملیکه؟ دستانت تنها از خودت نیست، چشمانت، دستانت دیگر تنها از تو نیست ملیکه. در این چشمها و دستها حقی من هم هست، حقی فاتح هم. باور کن از روز دعوت آیله‌داری نیتم همین است. من از ملیکه و ملیکه از من. پس بیا به خانه می رویم. مرحبا. تشکر به شما. مرحبا شینه. شما را گوش میکنم. موضوع همین. شما را چرا اینجا دعوت کرد؟ زیرا مدیر امنیت نو انتخاب شده میآید. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. مرحمت شینید. نجیب سردار شما چی خیل؟ تشکر سردارم. آقای دادستان شما چی خیل؟ تشکر سردار. من برای آن آمدم که فعالیت شما رو دیده برایم. حالا خیلی شدم که با شما یک جای کار میکنم. لطف کردید. آقای مدیر ما هم با شما خرسندیم. سخن رو دراز نکرده سری موضوع میآییم. چی خیلی که ذکر کردن نه انگشتر رو از بیمارخانه دزدیدند. بله دزدیدند سردارم. شکر که از دستشون باز گرفتیم. روزنامه ذکر کردهشون در کلبه در گرفت. روزنامه را گرداب آتش میگویند. درونش چی نوشته باشد که غوغای کلام برداشت. همه از دنبال روزنامه. این روزنامه کی باشد نجیب؟ از آن مرتیون سردارم. این به گفته نوهنگشته در روزنامه نام و برنامه های همه ارگنیکان بوده ها و آدمان آنها که در دولتند. خدایا خداوندو. این روزنامه خیلی عجیب بوده. بله سردارم. لیکن نه تنها ارگنیکام است. حاضر در صحنه باز ایکات پیدا شده است. ایکات؟ هدفشون چیست؟ سردارم با نفری از آنها صحبت کردم. وطن دوستاره میگویند اما چیزی را نمیدانیم. همه در دست سلاح وطن دوستاره میگویند و میپرانند. لیکن نام پیکاس و گروهش را او به من داد. جاسوسان اتنا، مارس و سویا.
نجیب سردار با گروهی غیر قانونی داد و گریفت نمی شود. برای همین یگان رابطه نادرست کرده خودت و ما را نسوزان. اول بینیم ایکته خودش چی است. محترم سردار، خاطر نشوید. خطایی نمیکنیم که شما را محجوب سازیم. تربیه دولت اجازت نمیدهد. اگر روزنامه را میگرفتیم خیلی خوب میشد. حالا پارچه هایی داریم که کارمان را پررو میکند. یک چیز را نمیفهمم. این آدمان اگر این کوشششون رو برای فایده دولت میکردن، کی میداند شرایطمون چخیل میشد. بعضیشان طلب خیر و بعضیشان شر. راست میگوید آقای داستان. طلب انسان چی باشد خودش هم همان است. ایکته عجبا اینها کی باشند؟ سردارم، موافق سخن پیکاس روزنامه مرد ایوین سوخته نابود شده است. قریب که میگرفتند اما پلیس ها آمدند با عذاب گریختند. قراخان گردابی آتش خیلی نش میشود. باید میگرفتید. کوشش کردیم اما کوشش کردن نیست ثابت. دیگر کوشش کردن نیست، موفق شدن است. برای ما راه دیگری نیست. درباره یگیت گندوزال شنیدم، درست است؟ دیروز بازپرسی کرده ای، درست است؟ بله سردارم. من هم خبر داشتم. سردارم، برای یگیت شبهه های جدی داریم. به فکرم او را هم به خودشان کشیدند. این یگیت کیست؟ یکی از سابق کارمندانمون. سال گذشته از کار استعفا کرد. یعنی حاضر برای دیگران کار میکند؟ افسوس سردارم. به فکرم برای پیکاس کار میکند. لیکن تا حال دلیل قطعی نداریم. خدا خواهد فریب خورده ایم. حیف شده است. لیکن چاره دیگر نیست. ما خدمتگار این دولتیم. وظیفه که طلب کرد پدرم ما را نمیشناسیم. سردارم، چند بار صحبت کردم. خواستم دردش رو گوش کنم. دیگر با کسی حرف نمیزند. خیر، با شده و مرده سخن نیست. تو هم کار از کار گذشته است نگو و از دستت هر چی آید کن. اطاعت سردارم. سردارم، برای وظیفه نوتان موفقیت میخواهم. با اذن شما. تشکر به شما. موفقیت میخواهم. با اجازت شما. شب بخیر. ایشالا از این پس یک جا هستیم. خوش باشید. نمیدانم برای چی سردارم. چرا با یگید اینقدر رو میارند؟ در این شخص چیزی پنهان است. وقتی نزد آنها باشم کوشش میکنند درباره چیزی نگویند. تنها پیکاس و پیسگار در تنهایی گپ میزنند. معلوم میشود که پیسگار به تو باور نمیکند. سردارم، باوریشان را به دست میگیرم در مدتی کوتاه. قراخان، آنها کار را میدانند. از خدمات های بزرگ دیگر کشورها گذاشتند. با آسانی باور نمیکنند. کار دشوار. الله کمکت کند. تو چیزی به دست آوردی؟ یک بار اویلادور شده است. زنش مرده است. زن دویمش رو هنگام نیکو پراندن. اذیت زیادی دیده است. یک بچه 2 ساله دارد، نامش فاتح. اگر خواهید با دختری او را شناس کنیم. اگر یگید برای پیسگار لازم باشد بر وقت دختری وارد کرده است. تو پروا مکن. شما راست میگویید. این آدم را میخواهم. کنی بینیم چی افضلیت ها را صاحب است. اگر او را مثل فاروق گرفته با اینجا آریم پرسیم. نمیشود. او مثل فاروق نمیخواند. باز توجهی زیاده میشود. بهترش کار را خودم میبینم. سردارم، مگر این خطرناک نیست؟ او دشمنی ماست. اگر فهمد چی؟ از پیران سال کاغذ جمع کن چی شبه میکند؟ زندگی کردهش رو با یاد میآورد. مگر برای جوان گوش کردن سخنهای عارفانه پیر فانی امتیاز نمیبخشد. امتیاز حد عقل است. کنی بینیم یگید برای پیسگار چرا اینقدر مهم باشد؟ در آخر از روزنامه هم خلاص شدیم. او هم مثل اسرار ناعیان رفت. حتی به دست کت نرسید. از همه مهم به دست یگید نرسید. لیکن انگشت حالا در دست پلیس، در حبسخانه مخصوص است. در حجرت تنها بوده است. در کوتاه‌ترین مهلت حل میکنم. به شما وعده میدهم
در این موضوع دیگر سرمان درد نمی کند. پیکاس امروز نفری از شما آمده بود. سایه نام دارد. تیر خورده است. تیرش را برآوردم. تو این بیهنرها را از کجا پیدا میکنی؟ من نمیدانم. محترم حضیرال، آدم‌هایی هستند که جانشان را برای دعوا فدا میکنند. با تیر تفنگ یک وقت معین است. پیکاس مهم عقل است. فکر، تفکر، جامعه را تنها با جنایت اداره کردن نمی شود. جنجال را بس کنید. وقتی سخن هم آمد، جسور را به مقابل رعنا روان کردم. کار حل شد. کایا معنای کایا اگرچه خورد است اما مرد بزرگی. شنید این آدم از مشاوری راهبر تروریستان به معاون وزیری رسیده است. شاعر خیلی خوب وصف کرده است. خودش خورد است اما دل به حضور میکند. از سالهای 2000 خودش را تعریف کرده. با تبلیغ قوم و نژاد را به یکدیگر جنگ انداخته، مردم را ناراحت کرد. طلبه به معلم، فرزند به پدر، مرید بر شیخ شبهه میکنند. با دستگیریش عبدالحمید که تقوادار بود شرابی، قهرمان فاتح نصرانی و زیارتگاه اولیات سوی قصچی شد. یک مراتبه گفته بود که حافظ خوشاواز ترک نمی شود و با این سخن مردم از خنده به خود شدند. محترم پیسگار، من از طرف مادر انقلابگر و از طرف پدر کاسیب. دیروز در دستم بار داشتم و امروز در سرم کلاه دارم. از این حجت منت دارم. روزهای 27 می در وقت راهبری دانشجویی هم کارم آسان بود. لیکن محترم پیسگار، کارمون حاضر دشوار شده است. چرا دشوار شده است؟ 27 می سال 1960 حکومت را سرنگون کردیم. حاضر این روش را برباد دهیم. من 27 می کارم را کردم. کردها را به اسیان برداشتم. خواستم ایدین را از سر نو زنده کنم. سالهای 60 70 و 80 را تکرار نمی کنیم. 27 می به نهایت خرسند بودیم. چقدر برباد دادیم و باز برای بربادی حرکت میکنیم. 2 نفر را از پرزیدنت شدن دور کردیم. مینه که من تو برای همه ایمان نمونه ای. ملکه بیا با هم بالا میبراییم. بیا. بیا سمکت را با من ده. بیا. با طرف راست رفتن گیر. بله انا همینجا. بین تو اینجا میخوابی، من باشم در پایان در نیمکت خواب میروم. نه نمیشود یگید، من در پایان خواب میروم. نه سخن را دراز نکن. تو رو ناراحت میکنم. بس گفتم ما قریبی یک جا میشویم. گوش کن، این خانه از هر دویمان، این اتاق از هر دویمان. بعد باز عادت هم میکنی. یگید لبای خوش. نمیدونم که با تو چقدر مینداری کنم. یگانه کمبودیت همین باشد، هیچ گپ نیست. دردی بخیر است. مرحمت، خوابی خوش. اوه بچه من بیدار شده است. شیر بچه من بیدار شده است. کو بیا بچه جان، گریه نکن. بین اینجا چی است؟ بین فاتح من بین چی است؟ بازرگوش بازی میکنی؟ نه؟ بیا گریه نکن شیر بچه. بیا بچم. دادت برایت افسانه خواند بچم. نمیخوایی مگر؟ نباشد بیا. تو در آنجا با بازی شما بازی کن. بیا با دادت یک جا بازی میکنی. خب حاضر تو اینجا شین، انا اینجا شین. حاضر. قوهش تمام شده ایستاده است. عجب یکی داشته باشد. خوش، کدام افسانه را خوانم؟ افسانه های خرد برای بچه من سبکی میکند.
بر روزنامه مرد ایون چی میگویی؟ این برای بچه من خیلی سازگار است. روزنامه پدری من و بابای تو است بچم. تو هم مرا ظاهر کردی ها؟ خوش در این روزنامه چی نوشته باشم که اینقدر قیامت را برخیزاند؟ چیزی نیست؟ این چی است؟ دفتر خالی؟ ما برای همین اینقدر جان کنده و دویدیم. شوخی است مگر؟ شوخی؟ تمام نشو. الو پیکاس مرا گوش کن. روزنامه در دست یگید. تو چی هم میگویی؟ قوه تلفنم تمام میشود. کمتر پیش گفت شنیدم. روزنامه در دستش. تو باور داری که روزنامه در دست اوست؟ روزنامه پدرم گفته گپ زد. قوه تلفنم تمام میشود. اتینا الو. عین وقتش. چی گپ خودش؟ چرا در هیجان شدی؟ سردارم ممکن است یک به یک گپ زنیم. یگان خبری بد است. سردارم روزنامه در دست یگید. چی؟ این یگید آدم تو نیست مگر؟ نمیدانم سردارم اما کرده است. این فلاکت است. در اصل من روزنامه را دیدم خالی بود، چیزی نوشتگی نبود. باشد کاری کن که روزنامه را گیری. چهلی که شما خواهید راهش را یافته میگیرم. به این هم اتین همراهی اوست. با اجازت شما. باز در بازی نوانگشته گرفتار شدیم. یا اینکه در این دفتر یگان سری دیگری هست. دیوانه می شوم. چرا خالی است؟ چرا؟ این سر را کی می دانسته باشد؟ اینجا چی باشد؟ یا بهترش تو را پنهان کنم. تو رو هم ناراحت میکنم. فاتح خوب است؟ تو حالا خواب نرفته؟ پیش از خواب گفتم دندانم رو شویم اما خمیره دندان شویی را نیافتم. دیروز تمام شده بود. ایستا با تو نوشته میدهم. در جوان دستشویی هست. ملکه تو باید این خانه را آموزی. آخر این خانه تو هم هست. اوه سایه ملکه را شفا دهد گفتیم. تو پوستت را سراخ کرده ای. ناراحت نشو. خوش آمدید. دستی خالی نآیم گفته برای تو شیرینی آوردم. اکرام کردن و شیرینی آوردن شما نشانه خیر است. شد گیر کنان. گیر آخه. شد گیر کنان. گیر آخیر. نامدی کار. نه شما را چشم رسیده است. یک توی دیگر برای ملکه میگذاریم لیکن در تویش. روزنامه چی شد؟ فکر میکردیم که در کلبه سوخته است لیکن یگید از ما به خبر روزنامه را گرفته است. زیرک برای خواندن روزنامه پدرش جان کنده است. این آدم به سری هممون بلا میشود. ببینید حتی دیر نشده خود را خلاص کرد. تو در این جاییست. این به تو دخل ندارد. کار دیگر و عشقبازی دیگر. عشق چه ارتباطی دارد؟ میدانم که هر دویمون ملکه را میخواهیم لیکن سایه دیر شده است. میدانی ملکه در خانه یگید میایستد. پگاه ملکه را میگوییم که چی کاری که میکنی عقلت را استفاده کن. حتی دختریش را استفاده کرده روزنامه را گیرد. مزه دهان تو هم گریخت چی؟ خر یک شیرینی بگیر مزه دهان باز می آید. نمیخواهم. تشکر. زودتر صحت بشو.
ба қариби туй аст ва ту шаҳмарди йигит мешавӣ. кани Yigit, quvvay telefonim tamom shud. Telefonatro giram mumkin? Marhamat gir, agar muvofiq oyat. Ha, man baroy Fotih utağı dar bolo buda ro tayyor kardam. Hozir bedor meshavad. Kami battar man xudam mebaram. Xo'p shudast. Xudo az tu rozi boshad. Shabat xush. Boz xunuk naxuri. Ne, tashakkur. Hech gap ne. Xayr xo'poy shirin bini. Tashakkur. Yigit az خوب خسته باشد. فاتح گریه نکن، حاضر می آیم. یگید 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 در کجایی؟ یگید خیلی خوب. کنی بینی روزنامه در جایش؟ خدایا خدایا نیست. باور نمی کنم روزنامه رو گرفته برده است. الو؟ یگی تو کجا شدی؟ بیدار شدم نیستی؟ کاری تعجیلی برآمد. نخواستم تو را بیدار کنم. گفته بودی که مرا تنها نمیگذاری. در خونه تنها میترسم آخر. خاطر نشو، من کار دارم. زود حل کرده می آیم. مربی فاتح هم می آید. تا آمدن من همراهت می شود. باز دیر نکنی مایلش. دیر نمی کنم، خاطر هم نشو. خیر، تو دیدن. خیر. برادر، یک لحظه شما را ممکن؟ در این جاها قهوه‌خانه کفتربازی بوده است. از این گذرگاه با اون طرف گذر. تشکر. کوهنخون شما هستید مگر؟ دوستانم چنین میگویند. مرحمت. هر گونه نوشتجات را خوانده میتوانید. بغیر از تقدیر از خانه یگون حجتی کهنه یافتی؟ کو این را یک ببینید. برای نوشتجات را خواندن باید نوشته باشد. در اینجا نوشتجات نیست. نوشتجات را ببیم هم میخواند. نانوشته را خواندن کاری هر کس نیست. کمتری دیگر استی تو از غیب هم پرسان میشوی. گوش کنید، در این دفتر چیزی نوشته شده است. من باوری دارم. اگر که نتوانید نفری دیگری را میکابیم. صبر کن. تشکر. بابا و دیگر جای رو. یک چای میخواهم. ما گیر. شد پولت را گیر. در کیسه ات این مراتبه از حساب من. لیکن به درون در آمده آدما را ناراحت نکن. همین جاشین. مرحمت. این را گیر.
روزنامه را گرفتی؟ نه. یکی سحری بر وقت روزنامه را گرفته برآمده است. با کجا رفته است؟ نمیدانم. خواستم فهمم که کجا می رود، لیکن کار دارم گفته تلفنش را خاموش کرد. در روزنامه چیزی نوشته نشده است، اما پیسگار طلب دارد. گوش کن، چیکاری که نمیکنی روزنامه را گیر. لیکن چه خیل؟ زیبا و دلچسبی. اینها سلاح توست. چقدر راه دانی استفاده کن. دختری را استفاده کن. یکی تو را دوست می دارد و تو باور دارد. من یک فکر دیگر دارم. چه فکر؟ 3 آدمت رو به نزد من روان میکنی. نقاب پوشند. آدم ها رو چه میکنی؟ نقشه دارم. به خانه یکیت بیایند. دیگرش کاری من است. فهمیدی؟ در آخر تینا باز آمد. خیلی شد که تو را چنین به زبون ندیده بودم. من باید به خانه روم. مربی هم به خانه می آید. او هم شاهد می شود. بچه ها نیم ساعت پس در خانه اتان می شوند. تا نیمی شب همه خیلی نشستن میگیریم. یکون چیز گوید امک. یکون چیز نوشته شده است یا نه؟ تو تاریخ را خونده ای؟ از همین روزنامه سر میکنم. میدونی که در وقت جنگ گماشته ها چه خیلی به یکدیگر خبر میدادند؟ من از کجا میدانم امک؟ با آب لیمون در ورقه ها می نوشتند. با دست دشمن که رسید، دشمن ها کاغذ خالی گفته در آنجا می پرتافتند. آب لیمون؟ واه. پس این را ما چهل میخوانیم امک. بیا با من. امک اینجا خیلی تاریک است. در اینجا روشنی هم نیست. چراغ را در نگیران. بیاشین اینجا. ایسته چیکار میکنه؟ دفتر را میسوزانید مگر؟ کمی صبر کن. اگر همین خیلی روشنی رو از پشتش نگاه داری، نوشتجات آب لیمو رو میخونی. فهمیدی؟ وای. این دفتر رو با من دهید امک. امروز بار اول یکیت را به قرارگاه زیر زمینی همان که در سطلوجه هست آوردم. همه چیز از این امارت سر می شود. نام سازمان ارکیناکاندو، آتش آزادی وطن از این قرارگاه سر می زند. وقتی که اینجا آمدیم رفیقانمان برای نگاه داشتن سندها با سیمنت مخزن تیار کردند. بچه‌ام یگید دستکان کوچک خود را به مخزن رسانید. ایزی دستش در روی مخزن باقی ماند. همه حیران شدیم. گویا که مثل کودک نی، مثل نفری که کاری کردش را می داند. از نگاهش معلوم بود که در آینده خدمتگزاری بزرگ وطن خواهد شد. کنی بیا فوته جان همراه بازی کنیم. من میبینم. مالش انا دیدی انا چقدر بازیچه زیبا ها؟ با تو معقول با من هم معقول. انا اینش رو بین اینش تماما نجوری. کنی یک طرفیست یک طرفیست میگویم. شما کیسته؟ روزنامه کنی چیگه؟ خدایا روزنامه را میپرسم. چیگه پس؟ آرام شوید. شما کیسته؟ روزنامه را میگویم. نمیفهمی روزنامه کجا؟ چه کیسته داره؟ روزنامه را میگویم. چی میخواید؟ سر دهید مرا. سر دهید گفتم. روزنامه کنی. روزنامه را گوی. در اینجا روزنامه نیست. روزنامه کنی میگویم. سر دهید گفتم. من هیچ خود روزنامه نمیدونم. سر دهید. روزنامه را گوی.
روزنامه نباشد میپرانم نمیفهمی گبرا کودک روزنامه را گوی سر دهید من نمیدونم. تشکر امک جان، کاری ثوابی کردید. این مال شما در من می ایستد. بگیرید، این حق حلال شما. خدا نگهبانت باد. تشکر. مارت الیفلی سطلوجه اینجا را باید یابم. باید یابم. احتیاجمان را خدا برآورده. تشکر امک جان، تشکر. روزنامه در کجاست؟ سر دهید روزنامه در گفتم. کجاست؟ خدا نیست. گوش کن، صاحب خانه را بگو که روزنامه را به ما دهد. به هر راه میگیریم. اگر لازم شود باز می آیم. فهمیدی؟ رفتیم. اوه ملکه خانم، من خوب نیستم، سرم چرخ میزند. ابرو به خود بیا. ابرو خوب هستی؟ ابرو خوبی؟ ابرو به خود بیا. خدایا توبه. برادر یک لحظه، در اینجا قرارگاه با نام الیفلی بوده است. نمیدونی در کجاست؟ نمیدونم اکا. انتیقه فروش را گوی وای کهن سال است میدوند. تشکر برادر. السلام علیکم امک جان، برای کار شما. علیکم السلام. ببخشید، در اینجا قرارگاهی است، نام قرارگاه الیفلی. در کجای یقیب؟ یک جایی ویرانه. آنجا کسی زندگی نمی کند. تشکر امک جان. نفس کش جونم. رفتند. من سخت ترسیدم. خریب جانم برایت. ملکه خانم کی بودند؟ به فکرم دنبال یگیتند. حالت خوب است؟ خوب است. نخیز. شین کمی استراحت کن. معلوم می شود که زمان اینجا مال ما بوده است. و پدرم مرا به اینجا آورده بوده است.
مخزنی در روزنامه ذکر شده در همین جا باشد. تو فاتح رو نگاه کن، من یگید رو خبر کنم. مایلش. یگید التماس زود با من زنگ زن. اینجا حادثه روی داد. نقابداران باز آمدند. حتی با این خانه. من با فاتح سخت ترسیدم. التماس زود بیو. التماس. بچه من یگید خاموش باش یگید. سال 1999 2 سال پس از مرگ پدرم. عجبا این را در اینجا کی مانده است؟ معلوم که نفر اینجا آمده است. کو ببینم در تو چی سیری هست؟ از گردش دولت 3 روز نگذشته بود که زمین جوبی شد. احوال مردم وزنین. ازمید، گلچوک و ادب پذیری خراب و نابود شدند. مردم گرسنه و تشنه و در ترس بودند. صدها و هزارها زخمین بودند. یکی از فوتیدگان منم، اما کسی زنده بودنم را نمیداند.
از برگشتنم به وطن دشمنم خبر ندارد. اولین کارم به قرارگاه آمدن بود، اما قرارگاه خرابه شده بود. لیکن ایزی دست پیسرم بود. بوسیدم و بو کشیدم. از بچه‌ام به من تنها ایزی دست مانده است. هر دو امضاها به هم مانندند. پدرم نمرده است. پدرم 97 ساله و نمرده است. حالا زنده است. کیست در اینجا؟